سلام بچه‌ها، رپتایم. امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا امیر تتلو بعد از 2 سال بالاخره یه ترک قوی و بمب است که خیلی باحاله. قبل اینکه بریم به این موزیک ریاکشن بریم حتما چنل یوتیوب سابسکرایب کنید و بیایید با من بریم ادامه ویدیو رو هم نگاه کنیم. آقا بورینگ از تتلو همین تقریبا دیشب بود که ساعت 4 نصف شب منتشر شد. یعنی پیشرو تتلو یه چیز مشترک دارن با هم که همش تو تایمای نامشخص آپلود میکنن. مثلا موزیک پیشرو ساعت 2 نصف شب اومد، یا مثلا تتل مثلا ساعت 14. اصلا کلا این شبا بیدارن فعالیت میکنن دیگه. یا مثلا 2 بیدار پیشرو موزیکو یه ماه قبل مثلا ضبط کرده، چون یک ماه قبل دقیقاً موزیک ضبط شده بود که پیشرو گوشیشو شکسته بود و منیجرش گفت پیشرو یه ماه الان گوشی نداره به خاطر اینکه تو موزیک ویدیو گوشیشو شکسته بود. و تتلو هم که ساعت 4 صبح آپلود کرده، کلا شب آپلود میکنه. حالا بریم ریاکشن بریم، اول کاورشو ببینیم با هم. بچه‌ها کاور موزیک امیر تتلو رو دارید میبینید که یه دختر است، 2 تا دختر است دقیقاً پشتش، یه 2 تا کهکشان است و یه خود امیر تتلو که یه ماه پشتش که داره اشاره میکنم، فکر کنم موزیک ماهش. و یه دونم خودشه که یه بال فرشته مانند قدرتی بهش دادن که مثلا داره اون 2 تا دختر رو جذب خودش میکنه و یه حالت بهش ماننده. یعنی یکی از فکر کنم آلبوم بهششه دیگه استارت زده. حالا این گوش کنیم چطوره. خیلی تعریف ازش شنیدم که موزیک جدیدش خیلی قوی بوده. امیدوارم که دیگه حالا استرک نخوریم سر این موزیک. یک دو دو راستش 8 اونی که واقعا دوستش داری مهم نی، بزنه فش بده چنگ بندازه. واقعا قشنگ. خیلی از اول بزنیم بار دیگه گوش بدیم این تیکشو ببینیم. یک دو دو 8 که اول همین موزیکاش میگه، بعضی وقت آخر موزیکاش میگه. ببینید الان این تیکر رو با بیتش خیلی خوب در آورده. راستش 8 اونی که واقعا دوستش داری مهم نی، بزنه فش بده چنگ بندازه. ممکنه گربه باشه، گاز بگیره، سگ باشه، اصلا اگه واقعا عاشق باشه. میگه اون کسی که دوستش داری اصلا مهم نیست چنگ بندازه، مثلا هر کاری بلایی سرت میاره بیاره. اصلا ممکنه چیزی که دوست داری گربه باشه، سگ باشه، پاچتو بگیره. چی هر کار کنه مهم نیست. تو دل منو 100 بار اگه شکستی عیبی نداره. وای موزیکش یه جوری لاو ماننده انگار. کلا خیلی باحاله. فکرم دیس اول اینجوری تعریفش میکردم. آره پشت سرم عزیزم 100 بارم که نشستی هرچی خواستی گفتی. اینو دموشو دیده بودم داخل اینستاگرام، پیجای تتلیتی گذاشته بودن. واقعا موزیک باحالی بود ولی اصلا خبر نداشتم قرار پخش بشه، چون زیاد رو چنل معمولا تتلو رو ریاکشن نمیاریم. هر کسی که بستی اصلا خیالی نی گلم، تنفسی که هستی نفسامون بسته هم. وای چه موزیک بومبیه واقعا. تتل چه موزیکی بسته انصافا. من به تو وابستم اما تو از عشق من نشدی خسته کم. بیتش یه جوری خیلی باحاله. اصلا تتل هم داره خوب روش میخونه واقعا. هم بیت باحاله، هم اون فلوی که تتلو داره رو موزیک. هی واسط بورینگ شد، هی زدی فصل بعد، بیشتر از این خواه مالیم میرینه به اصل مرد. دقیقا همین تیکاشو داخل اینستاگرام دموشو شنیده بودم، فری استایلی شد. البته تتل وقتی میخواد موزیک بده معمولا داخل یوتیوبش حتما یه بار فری استایل میره و موزیکشو معرفی میکنه. حالا میشین در باش صحبت میکنم، میگه کی قراره بیاد داخل چه سبکی هست. من داخل پیج تتلی داخل اکسپلور دیده بودم که تیکر ادیت کرده بودن گذاشته بودن. شیر تو زمین مگه چند بار چرخید به خواست من، ولی بین شیشه عطرات اون یه دونه خواستتن بیب. قشنگ فلوی عوض میکنه، پشمه آدم میریزه. یهویی داره یه روریت میخونه، یهویی فلوشو عوض میکنه. دقیقاً کاری انجام میده. مثلا بچه‌ها نسیچار خیلی ازشون دیدیم که گازپوری مثلا در لحظه فلو عوض نمیکنه. خب مثلا 2 دقیقه اول موزیک یه فلو داره، بعد 2 دقیقه مثلا موزیکش 4 دقیقه است، 2 دقیقه دوم موزیک یه فلو جدید میاره. برای تتلو مثلا هر 30 ثانیه هر 40 ثانیه سعی میکنه فلو جدید وارد موزیکش کنه. الان ببینید اون قبلترش خیلی با الان فرق داشت. بیبی باشی شاهتم، شاه رو کنی آستم، همه چی به تخمتم اما رفتنت شد باستم. دقیقاً الان یه فلو اول عوض کرد، یه فلو بینش یه فلو دیگه همین جدید عوض کرد. بعضیا هم تنوع طلبن و واسه شون بورینگ که میشی انقدر بهونه میگیرن که عصبی شی. بچه‌ها معنی بورینگ رو اگه میدونید داخل کامنتاتون مثلا بنویسید.
رویاتو بدی دستشون و رفتنشون و بندازن گردن تو. اما نمیفهمم رفتن دیگه گردن من و تو نداره. میگه اگه میخوای بری گردن کسی ننداز، رفتن گردن من تو انداختن نره که مثلا تو مقصر بودی من مقصر بودم. اگه میخوای بری برو. این تیکه موزیکش اشاره داشت به موزیک گردن من نندازش که فکر کنم دیس به دنیا جهانبخش بود اون موقع، خیلی باحال بود. دقیقاً فکر کنم بعد از کات با دنیا جهانبخش اون موزیک خونده بود، گردن من ننداز بی خودی. این حالا مسئول متاره همین موزیک بود. بری برو دیگه، حالا اصلا گردن هرکی. میخوای بری برو دیگه، حالا اصلا گردن هرکی. بریم. الان دوره اتونا فلو عوض میکنه ببینیم. هرچی و تازه آره دقیقاً فلو عوض کرد دوباره. فهمی میبینی گفتم من همون شعر 2 سال پیش بقیه چه شکلی هن. ریتم موزیک یه جوری شد تقریبا موزیک قیلی ویلی تتلو فکر کنم. آره همین بود دقیقاً ریتم موزیک. این فلو موزیک اون فلو دقیقاً داره اونطوری میخونه رو بیت. من در میرم از اون شکل چند هزار نفر گنده شدن نقدیم من پلوم شت. چند هزار نفر گنده شدن از قدیم پلوم شت. میگه چند هزار نفری گنده کردن. مثلا این هیپولوژیست بهش تیکه انداخت، گاتپوری تیکه انداخت. مثلا هیپولوژیست که فوش داد بهش، گاتپوری هم گفت مثلا دیدم تو تتل موقعی. اینجا به بعد داره میگه مثلا خیلی آرام پیشم بزرگ کردم. حتی دوست دخترش که حالا ویدیو دربارش ساختم جدا که ادعای جدایی کرده بود میگه اونم من بزرگ کردم از پلوم رفتن. تو میکشی نششی من میزنم تموم شو. این تیکای کشیدن گل امیر تتلو از اول تو موزیکاش بوده. میگه من میکشم، میگه تو میکشی نششی من میکشم فقط گلم تموم شه. اینجا یو سرد میشه یو گرم میشه یو پشم آدم میریزه. بعضیا داغن بعضیا انقدر یخن که بزنن بهت یهو میشه یخچال. این تیکه موزیکش یه موزیک توش یادم نیست خوب ولی فکر کنم اسم موزیکش دقیقا یادم نمیاد ولی اون یه تیکه که برمیگرده میگه دل ما صافتر از کف کله منصوریان. نمیدونم داخل کدوم آهنگشه فقط. این تیکه فلو یعنی یه تیکه تکسش یعنی اون نبوده ولی خب شبیه اون نوشته بود دقیقا. آدم فیریزه همه اینجا دو شاخه انگار و صدرهای ما هم فیریزه. و جالبه بدونید یه رپری، حالا یه رپر قدیمی یا هر کسی وقتی یه فلو داره داخل موزیکش مثلا یه تیکه تکسشو دوباره میاد شبیه اون تکس میخونه داخل آهنگ جدیدش، به این معنی نیست که مثلا تکس نشه کم بوده تکسشه، به این معنی هست که به مخاطب قدیمی خودش داره احترام میذاره. میگه که من تو مخاطب جدید من هستی و قدیمی من هستی به مخاطب قدیمی خودم احترام میذارم که مثلا تو آهنگ گردن من ننداز منو شنیدی یه تیکه تکسمو داخل اینجا میارم که بدونم مثلا هوادار واقعی من تویی. ما کنیم ما بکسمون از بقیه یکی گنگ دائم زیر رقص نور و میپاچیم به همه چیت رنگ. خیلی این تیکش باحاله. همه گیلش آزاد تو میزنی به چیت چنگ ما همگی پشت هم منتظر یه بیگ بنگ. تمام شد نه موزیک تمام نشده. الان یه فلوی جدید میزنه تتلو اگه کورسشو نخواد بخونه. تو دل منو 100 بار اگه شکستی عیبی نداره پشت سرم عزیزم 100 بارم که نشستی. واقعا این کورسش خداست خیلی خوبه. هرچی خواستی گفتی هر کسی که بستی اصلا خیالی نی گلم تنفسی که هستی. این موزیک مثلا منظور خاصی نداره. یه زمان تتلو وقتی یه موزیک مثلا دیسلاو میداد یا مثلا موزیکی که میداد فوش میداد داخلش به طرف یه منظوری داشت. اون موقع مثلا با دنیا جهانبخش کات کرده بود یه موزیک گردن من ننداز داد با یه موزیک دیگه اسمش دقیق یادم نمیاد یه موزیک دیگه داد اون موقع که اونم دوباره دیس به دنیا جهانبخش بود که دنیا جهانبخش اون موقع برگشت گفت که اگه بخوای ادامه بدی 100% ازش شکایت میکنم. نفسامون بسته هم من به تو وابستم اما تو ازش اصلا داخل اینایی معلوم نیست چی به چیه. یه بار تتلو میکوبه طرفو یه بار داره فوش میده یه بار عاشقانه میخونه واسش. من نشدی خسته کم هی واسط بورینگ شد هی زدی فصل بعد بیشتر از این خواهی مالیم میرینه به اصل مرد. کورسش خیلی قشنگه هم توی گفتم اصلا یه کار باحال بسته بود واقعا. یه دونه آهنگایی که اخیراً داده مثلا بهشتش خوب بود تو بگو بهش کدومه اونم خوب بود اینم خوبه واقعا خیلی بهتر از کار قبلیشه.
برو ریه حسن بابا. این تیکه آخر موزیک گوش کنید. یه دمو اومده بود بیرون که میگفتن قراره بزنم نفتر بیاد 2 امیر تتلو باشه. خب دقیقاً با همین دمو، همین بیتی که الان داره پخش میشه آخر موزیک. و اصلا این موزیک واسه بولینگ بود، یعنی اون بزنم نفتر بیاد اصلا هنوز بیتوشو لو ندادن. دقیقاً بزنم عقب‌تر یکم ببینید اینجا. برو ریه حسن بابا. آره همین بود واقعا، دقیقاً همینه. چون حسن بابا تیکه گرفته بود و مخاطبا رسانه‌های هیپ هاپی برگشته بودن گفته بودن که بزنم نفتر بیاد 2 این تیکش قراره بیاد مثلا دامبولیه و اصلا اون نبود. چون حسن بابا قولشو داده بود. اینم که حالا با تنظیم حسن بابا اومده بیرون دیگه. بچه‌ها اینم از این موزیک. واقعا موزیک بمبی بود به نظر من. بعد این مدت‌ها امیر تتلو اومد یه موزیک بمب با کلی تغییر فلو خوند و میگم که تو موزیکای قبلیش تو 5 6 موزیکی اومده بود، یه دونه اینو من بیشتر دوست داشتم و یه دونه تو بگو بهش کدومه، اونم قشنگ بود. اگه تتلو استراک یا حالا کپی رایت نخوریم 100% کاری بعدی آلبوم جدیدش هم حتما میریم داخل کانال ریاکشن. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. دوستتون دارم. با امید دیدار.